الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، میخواهم شما را از خواندن یک کتاب برحذر نمایم که چند پیش در شبکه‌های اینترنتی پخش شده است. این کتابی نیست که شما را به راه راست هدایت کند. نام کتاب بازگشت به اسلام است که به علامه منصور هاشمی خراسانی منسوب است. اصل کتاب فارسی بوده، الان به زبان تاجیکی هم به طبع رسیده است که آن را بعضی برادران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی پهن می‌کنند. این کتاب دارای عقیده و فکرهای خیلی خطرناک و فاسدی است که مسلمانان را از مسیر پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش بیراه می‌کند و ان شاء الله تعالی اگر خداوند موفق کند هر یک فکر و عقیده فاسد این فرقه گمراه را در نوبت‌های آینده ان شاء الله بیان خواهیم کرد. آنچه که از این کتاب و سامانه مؤلف کتاب به ما معلوم گشته است این است که این کتاب دعوت به آن می‌کند که اصل و مبنای شریعت سه است: قرآن، سنت متواتره و عقل. حالا آن که اصل شریعت چهار است: قرآن و سنت، اجماع و قیاس. اینها قیاس مجتهد کجا اجماع صحابه را قبول ندارند. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را قابل اعتماد و باوری نمی دانند. مثلا در صحیفه 52 این کتاب نوشته شده است: از اینجا دانسته می شود که پیروی از سه نسل نخستین اسلامی اساس در اسلام ندارد و با هیچ تقریر قابل توجیه نیست و این صرف نظر از ناممکن بودن آن در واقع است. و همچنین نوشته است که این صرف نظر از ناممکن بودن آن در واقع است، یعنی پیروی از صحابه و تابعین و تبع تابعین را این علامه گمراه در واقع ناممکن می شمارد. حتی در همین صحیفه پیروی از صحابه و تابعین را کاری بی‌معنی نوشته است. برادران و خواهران عزیز، شما خود بنگرید که این علامه گمراه تکیه با عقل ناقص خود در قلب‌های مسلمانان چگونه تخم دشمنی را نسبت به سه نسل نخستین اسلامی یعنی صحابه، تابعین و تبع تابعین می‌کارد. مؤلف کتاب خود را نه شیعه و نه سنی می‌داند، ولی خلافت حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنهما را قبول ندارد. بعضی زنهای پاک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اکثر صحابگان کرام رضی الله عنهم اجمعین را متهم به دشمنی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم می کند. صحابگان کرام رضی الله عنهم را در این کتاب چنان وصف می کند که در دل مسلمان اعتماد و باوری نسبت این بزرگان و نخستین مخاطبان قرآن عظیم الشأن جای باقی نمی ماند، بلکه ایمان مسلمان را نسبت به قرآن عظیم الشأن ضعیف و سست می کند و قرآنی را که با واسطه همین صحابگان کرام به ما رسیده است زیر سؤال می برند. چون که صحابگان وقتی قابل اعتماد و باوری نباشند چگونه می توان قرآن را از آنها قبول کرد؟ کتاب بخاری و مسلم و دیگر کتاب‌های حدیث را بر آن طعن می‌کند که گویا پر از روایات اسرائیلی اند و قابل اعتماد و باوری نیستند. و باز ده ها فکر و عقیده غلط و خطرناکی نوشته شده است که فتنه بزرگ را در بین مسلمانان پهن می‌کند
و آنها را از مسیر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اصحابش بیراه می کند. حالا آن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مرفوعی که آن را امام ترمذی از عبدالله ابن عامر رضی الله عنه روایت کرده است می فرماید: بنی اسرائیل به 72 گروه تقسیم شدند و امت من به 73 گروه تقسیم می شود. همه آنها داخل دوزخ می شوند مگر یک گروه از آنها همراه من داخل بهشت می شوند. اصحاب کرام رضی الله عنهم پرسیدند که آن گروه نجات یافته کیستند؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: آنها کسانی هستند که به راه و روش من و اصحاب من راه می روند. از همه برادران و خواهران عزیز مؤدبانه درخواست داریم که این نوار را به دیگران رسانند و پهن کنند تا دیگر برادران مسلمان هم آگاه شوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. وأبناؤنا يا رسول الهدى نذرنا لأجلك أرواحنا فما غيرك اليوم من مفتدى. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا.